رو شوکه کرد تا شبی که در مانیلا تا دم مرگ جنگید. هر کدوم از این مبارزه ها فقط یه نبرد ورزشی نبود، یه لحظه تاریخی بود. 1. کاسیوس کلی در برابر سانی لیستون، تولد بزرگترین، سال 1964. 25 فوریه 1964، میامی بیچ، فلوریدا. سالن پر از تماشاگر بود و در گوشه رینگ یه پسر جوون 22 ساله به اسم کاسیوس کلی ایستاده بود. روبروش یه غول واقعی بود، سانی لیستون، قهرمان سنگین وزن دنیا، مردی که همه ازش میترسیدن. شرط بندا مطمئن بودن که لیستون با اولین مشت کار کلی رو تموم میکنه، اما اون شب تاریخ مسیر خودش رو عوض کرد. کلی با سرعت، چابکی و بازی پاهای خیره کنندش لیستون رو گیج کرد. تو هر راند شعر میگفت، فریاد میزد و حریف رو مسخره میکرد. خرس پیر قرار منو در راند 8 ببینه. هرچند مبارزه عملاً بعد از راند 6 تموم شد. در پایان راند 6 لیستون دیگه نتونست بلند شه. شونه‌اش آسیب دیده بود و مبارزه با کناره‌گیری تموم شد. کلی فریاد زد، من بزرگترینم. و همون لحظه دنیا فهمید که این پسر قرار تاریخ بسازه. بعضی گزارش‌ها میگن ممکنه پمادی روی دستکش‌های لیستون بوده که باعث سوزش چشم علی شده، ولی هیچ مدرک قطعی برای این ادعا وجود نداره. هرچند علی بعدها گفت چشمام میسوخت، اما جنگیدم چون نمیخواستم کسی فکر کنه ترسیدم. بعد از اون شب کاسیوس کلی دیگه فقط یه قهرمان نبود، یه پیام بود، نماد شور، غرور و آغاز دورانی تازه در بوکس. چند هفته بعد خبرسازتر شد وقتی اعلام کرد اسمشو عوض کرده. از اون روز به بعد دنیا به اسم محمد علی شناختش. محمد علی در برابر سانی لیستون، ریمچ 1965، مشت شبحی. 25 می 1965، شهر کوچیک لوئیستون در ایالت مین. این بار سالن کوچیکتر بود و جمعیت هم کمتر از 1/3 مبارزه قبلی، حدود 2400 نفر، ولی دنیا چشم بهش دوخته بود. علی تازه مسلمون شده بود و با نام جدیدش وارد رینگ شد تا همه بفهمن قهرمان واقعی کیه. همه انتظار یه نبرد طولانی رو داشتن، ولی تنها چیزی که دیدن یه مشت برق‌آسا بود. مشت معروفی که بعدها بهش گفتن مشت شبحوار. لیستون افتاد و بلند نشد. علی بالای سرش ایستاده بود و فریاد میزد، بلند شو، با من بجنگ.